خدیجه اسماعیلова گزارشگر تحقیقاتی آذری از سوی دادگاه شهر باکو به 7.5 سال محبس محکوم شد. در حکم دادگاه که روز 1 سپتامبر اعلان شد، آمده است خدیجه اسماعیلова در سرپیچی از پرداخت انداز، تقلب مالی و سوء استفاده از مقام گناهکار دانسته می شود. خدیجه اسماعیلова که با رادیوی آزادی نیز همکاری داشت و درباره مسائل فساد مربوط به پرزیدنت الهام علیوف و دیگر مقامات بلندپایه آذربایجان گزارش می‌نوشت، مرافعه‌اش را عوام فریبی نامید. پلیس در پی حمله مرگطلبانه‌ای که 3 کشته و بیش از 50 زخمی به جا گذاشت، اطراف بناهای حکومت محلی در شمال و غرب پاکستان را پیچاند. مسئولیت این حمله در منطقه جامرود در ناحیه قبیله‌نشین خیبر در مرز با افغانستان را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفت. یک مقام محلی گفت در بین قربانیان افسران پلیس هم هستند. بعد ترکیش مقامات راهی را که شهر پشاور را از طریق عقبه خیبر با مرز افغانستان می‌پیوست بستند. مردم در نزد بینای پارلمان اوکراین به یاد سرباز کشته شده گارد ملی گل می‌گذارند. ایهار دبرینی 24 ساله روز 31 اوگوست در نتیجه پرتافتن نارنجک در جریان یک اعتراض خشونت‌آمیز کشته شد. در این حادثه 90 سرباز دیگر گارد ملی اوکراین جراحت برداشتند. مقامات روز 1 سپتامبر از هلاکت باز 2 سرباز از جمله زخمی شده ها خبر دادند. خشونت‌ها در حال سر زدند که اعضای 2 حزب قومگرا به نشان اعتراض به طرح قانونی که به جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مختاریت بیشتر می‌دهد در نزد پارلمان گرد هم آمدند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از علمای مذهبی خواست تا مردم را به مبارزه با فساد تشویق کنند. اشرف غنی که در یک انجمن مبارزه با فساد در کابل سخن می‌راند، به جهاد علیه این مسئله دعوت کرد و گفت فساد میلیاردها دلار را که برای کمک به مردم فقیر افغانستان داده می شود فرو میبرد. اشرف غنی گفت فساد رشته‌های بانکداری، کارکرد معادن و دیگر بخش‌های رشد افغانستان را فرا گرفته به بی‌ثباتی و تجارت مواد مخدر مساعدت می‌کند. او هشدار داد که مقامات بلندپایه فسادزده طبق قانون‌های افغانستان با مجازات کشانده خواهند شد. در قرقیزستان روز اول سال نو تحصیل سپری شد. این کودکان روز 1 سپتامبر در بیشکک به مکتب رفتند. روحیه ادامه بود، ولی آموزگاران قرقیز سال دشواری را در پیش دارند. وزارت معارف قرقیزستان گفت نظام تحصیل برای تامین تمام نیازهای مکاتب به تقریباً 2300 آموزگار دیگر نیاز دارد. وزارت به خاطر استخدام استادان جدید 50% بالا بردن معاش معلمان را پیشنهاد کرده است. همزمان بسیاری از مکتب‌های قرقیزستان با مشکلی صنفخانه‌های بیش از حد پر روبرو می‌باشند.